فندهایی که جونتو نجات میده. اگه روزی توی اتاق پروف بودید یا توی هتل بودید، اگه حس کردین که کسی داره جاسوسی میکنه یا داره شما رو میبینه و از آینه شما رو داره میبینه، کافیه که فقط انگشتتون رو روی آینه بذارین و ببینین که بین باستابتون یعنی قشنگ دستتون با آینه چسبیده یا نه. اگه چسبیده بود یعنی لازم که شک کنین. اگه روزی مار گزیدتون، تکون نخورین و همونجا وایسین تا سم دیرتر توی بدنتون ترشح بشه و رنگ و طرهای روی بدن مار هم به یاد بیارین که موقع زدن پادزهر به شما کمک کنه. اگه روزی انگشتتون هم خدای نکرده قطع شد، سریع زخم رو بشورید، جای زخمتون رو فشار بدید و سریع جای انگشتتون اونو بذارین توی کیسه یخ تا بتونن پیوند بدن. سعی کنید توی بیماری‌های مسمومیت غذایی آب